شماره 155 شماره 155. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، یا ارحم الراحمین. صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین، یا سید الوصیین، یا ابا الحسنین جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا زینب الحوراء دختر امیر المؤمنین، دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل عباس قمر بنی هاشم سقای تشنکامان علمدار امام حسین علیه السلام جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا اهل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائکة و محبت الوحی و التنزیل و خزان العلم جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولاي یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان عجل الله تعالی فرجك و سهل الله مخرجك جمیعا و رحمت الله و برکاته. آی ببر نام حسین تا بشنوی آه و افغان زهرا را، مجلس نشین حیدر و صاحب عزا زهرا سلام الله علیها. همین گویان که ای محبان حسینم به مجلس عزای حسینم خوش آمدید، خوش آمدید. آی آی بار لها نشود لال به هنگام ممات، هر زبانی که فرستد بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. آی آی در خانه دل
نوشتن با خط جلیل، این خانه بنا شد به تولای علی. جانم علی، یا علی یا مولا. آی آی در خانه دل نوشتن با خط جلیل، این خانه بنا شد به تولای علی. صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. آی در داخل خانه، در داخل این خانه چه نیکو بنگری، در داخل خانه چه نیکو بنگری، در داخل خانه چه نیکو بنگری. هم نام محمد است و هم نام علی. صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. ای والی عصر، ای والی عصر، امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان. ای والی عصر، امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان. امام زمان، ای به تولای تو، ای به تولای تو، تولای ما. تو این خانه دل ما تا تو ز ما رو پنهان کرده ای، خون به دل پیر و جوان کرده ای. آی ما که نداریم به غیر از تو کس، امام زمان. ای شه خوبان تو به فریاد برس، ای شه خوبان تو به فریاد برس. حجت حق حامی دین، حجت حق حامی دین، عجل علی ظهورک. بیا آقا، بیا آقا، شیعه گرفتارن، بیا آقا شیعه گرفتارن. یا ابن الحسن عجل علی ظهورک. ما همه موریم، ما همه موریم و سلیمان تو باشی، ما همه موریم و سلیمان تو باشی. ما همه جسمیم به یاد جان، به یاد جان تو باشیم، ما همه جسمیم و به یاد تو باشیم انشاءالله. امام زمان
سکت زن تمرا کم نزنم، خطبه تو خوان تا خطبه با کم دم نزنن. آقا ای مدینه مرغ مکی، ای مدینه ای مدینه ای مرغ مکی ما، آقا امام زمان، آقا امام زمان برس به فریاد شیعه. ای منجی عالم امام زمان، جانها همه به فدایت ای مولا جان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. بر خاتم انبیا محمد مصطفی را صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. باد بر مصطفی و اولادش تا صف هشتم بدم صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. و شاه قوت لا حضرت امام رضا را صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج إلهي آمين. اللهم عجل لوليك الفرج إلهي آمين. اللهم عجل لوليك الفرج إلهي آمين. این جانب مداح و خادم اهل بیت علیه السلام علی محمد رئیسی در شیراز، از همه برادران، خواهران، دوستان، آشنایان، شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز التماس دعا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. خدا حافظ شما برادران، خواهران، از همه شماها التماس دعا دارم انشاءالله. یا الله یا الله یا الله.